این بیمارستان یک ماه باز به نظام معمولی کار برگشته است. اما پزشکان میگویند آنچه پشت درهای بسته بیمارستان ها در زمان کرانتین از سر گذراندند به زودی فراموش نخواهد شد. نظیر قهارова بعد از 2 ماه تبابت بیماری التهاب دو طرفه شش به دیدار طبیبان شعبه احیا آمده است. او در اینجا دوره سنگین بیماریش را گذرانده است. دو طرف قبض آمدم، حالتم بد بود. همون روزو کامده بارون شدن گرفت. چشما که بدتر ترسیده خودم داشته نتونستم، فقط روز ایسان با همون میبید. اوجه مینم همون شیده موندگی. به مثل او در این بیمارستان از آخر ماه اپریل تا ماه ایون 35 بیمار التهاب شدید شش در شعبه احیا بستری شده بودند. شفاخانه جماعت یاوه که از نخستین بیمارستان ها در تاجیکستان است که از 14 مارس امسال تا 21 اپریل بیش از 80 نفری را که از خارجه برگشته بودند به خاطر پیشگیری از بیماری کووید 19 به کرانتین فرا گرفت. بعداً از آخر ماه اپریل تا ماه ایون بیش از 200 بیماری دیگر با نشانه های این بیماری در این شفاخانه تبابت گرفتند. ما اگر ممکنه موبوری داشتیم که نظم رسید گریم این نوروز بیبرد، لیکن روزهای اول بسیار برای ما دشوار بود چون کلینیک بیماری ناقدر فهمو بود. برای ما دشواری اهمیت بود. وقتی که ما الگوریتم برای معالجه دریافت نمودیم بعد آسان شد. پزشکان میگویند که در زمان کرانتین اکثر آنها چندین وقت نزدیکان خود را ندیده بودند و در شرایط سخت کار میکردند. تلفنی گازانم بود. даже از پدرم گفتن که کاری می‌بیفته از دور ماشین آمد رفتن خیلی طاقت کرده. با آنکه مقامات موجودیت بیماری کووید 19 را در تاجیکستان اعتراف کردند، پزشکان بیمارستان هنوز هم بیماران تبابت کرده خود را گرفتاران التهاب شش میگویند. حالا از فعالیت شبانه روزی کارمندان بیمارخانه ها نفران شفا یافته با منتداری یاد میکنند. خلق محتاج ما بودن همین وقتانده. وقتی که نازنده کار کردیم کاملا بطفت بریم میگو. مادیگری هم نمیشه. وجدان من طاقت نمیکرد که وقتی بیاند از زبانده در کننده بطفت بریم کار. با گذشت 1 ماه از کرانتین وضع در بیمارستان ها به حال اول برگشته است و فعلا به گفته مقامات در بیمارستان جماعت یاوه ناحیه باباجان غفروف یگان بیماری کووید 19 نبوده است. در حال حاضر در ولایت سوخت تنها بیمارخانه سرایتی در خوجند در نظام کرانتین است.